سلام و درود دوباره خدمت دوستان و علاقمندان بازارهای مالی. بنده بازیزاده هستم، تحلیلگر و پایه‌گذار سبک پیاتی. امروزم سه‌شنبه 6 مرداد ماه 1405 هستش و طبق روال هر روز وضعیت بازارها رو بررسی خواهیم کرد. بریم سراغ چارت تتر و ریال. خب دیروزم یه حرکت حالا نوسانی رو بالا داشت، نتونست کامل کنه و اگه به همین صورت کندل ها رو بزنه میتونه دوباره برگرده پایین و نهایت این سقف برگشت سمت 183 رو هم ببینه. حالا با این کندل هایی که میزنه حرکت خاصی نمیتونه بکنه، نیاز به یک کندل سنگین داره اگر بخواد حرکت کنه رو بالا. فعلا ناحیه دومش هم سمت 185 خورده و باید منتظر باشیم. فعلا حرکت خاصی نداره، اینجا خریدم نداره به هیچ عنوان، مگه اینکه بیاد این محدوده ها فعلا به صورت حداقل نوسانی. اصلا اینجا ناحیه برای ورود تایم بالا هم نیست، باید به صورت نوسانی تازه این ناحیه هم 180 میشه در نظر گرفت. فعلا حرکت خاصی نزده. بریم طلای 18 ایار هم بررسی کنیم. طلای 18 ایار هم حالا چارتمون بیاره. خب طلای 18 ایار هم تقریبا همون ناحیه حمایتی، باز کف محدوده همین 17900 داخل باکسمون دوباره حمایت شده، ولی باز با این کندل ها که به صورت دوجی و نوسانی میزنه آنچنان حرکتی نمیشه در واقع رو بالا داشته باشه مگر یه حرکت سنگینی بزنه. این کندل های ضعیفی هست. شما نگاه کنید اینجا وقتی کندل های ریورس میزنه با یک کندل پوشا و تثبیتی حرکت رو میتونه ایجاد کنه و با این کندل های دوج فقط میتونه ناحیه رو در بهترین حالت بتونه حفظ کنه. ولی این کندل هایی نیست که ببینید با این کندل خیلی بزرگ مارابوزی که زده، تثبیت هم زده، این کندل ها خیلی کار کنن ناحیه رو بتونن نگه دارن، خیلی کار کنن. و این کندل ها نمیشه حرکتی رو بالا داشت، نیاز به یک کندل سنگین داره اگر میخواد رو بالا حرکت کنه. ولی اینجوری باشه خب حالا یک چند روزی هم اینجا خودش رو فوقش نگه داره و حتی زیر این کف هم میتونه بزنه. بنابراین فعلا این کندل هایی نیست که بتونه خودش رو نگه داره. اگر هم بخواد بیاد پایین میاد سمت همین محدوده های 17 و حالا 16 و 900. بعد ارزم خدمت شما همین باز محدوده 17 و 200 اینجا میتونه باز یه حمایتی بشه. فعلا حرکت خاصی در طلای 18 ایار هم دیده نمیشه جز نوسان که اینجا رو من زیاد با این حرکتش در واقع چون یه بار حرکتش رو بالا زده و کف اون ناحیه رو شکسته، اینجا زیاد ناحیه مناسبی برای خرید نیست. باز من اینو عرض میکنم اینجا ناحیه مناسبی، اگر حالا شاید یکی پله اولش رو اینجا بخواد بخره، ولی باز میگم اینجا ناحیه مناسبی نیست. فوقش پله اولتون رو اگر میخواید یه پله اینجا خرید کنید، ولی کل سرمایه رو اینجا وارد نکنید. به نظر من بیشتر مثلا اگر بخواید ورود کنید سمت همین 16 و 900 16 و 700 500 مثلا اینجاها به نظر من مناسبه، حتی برای پله‌ای هم مناسب ترین ناحیه سمتش. حداقل 17 و 200 اینجاها برای پله‌ای هم مناسب تر به نظر. بریم سراغ دامنه تتر. خب دامنه تتر هم ما گفتیم که ببینید شما دقت رو نگاه کنید. خدا وکیلی من به شما دیروز چی گفتم این میتونه بیاد از اینجا چی بشه، یه حرکت. همین تحلیل دیروز رو برید نگاه کنید چقدر دقیق بهتون گفتم این میتونه بیاد از اینجا یه ریورس کنه رو بالا و حرکت کنه. همون اتفاق افتاد و گفتم اینجا میتونه واکنش بگیره اینجاها و رفت ترند رو هم شکسته، سقف این ناحیه رو هم شکسته. دقیقاً همون چیزی که در تحلیل دیروز گفتم که میتونه بیاد اینجا و بره سقف رو بشکنه و ترند رو هم بشکنه که اگر اینجا تثبیت رو
بتونه امروز بزنه میتونه قیمت رو حتی بالای ناحیه هم بکشه و دقیقا همون ساختاری که عرض کرده بودم اتفاق افتاده و فعلا باید ببینیم که چه حرکت میزنه. حالا یه ریورس بزنه پایین، خب این چندل قوی هستش، ببینید هم ساختاری برگردونده و هم تثبیت این گلوف زده، چندل قوی. حالا اگه بتونه همین چندل رو در واقع حفظ کنه، حالا چه اینجا بیاد شادو ریتست بگیره، اگه بتونه این کندل این گلوف رو حفظ کنه، از اینجا میتونه به چرخه بره حتی بالای این سقف. بنابراین همون اتفاقه که دیروزم گفتیم قشنگ و نقطه‌ای خورده و برگشته این سقف هم فعلا زده. حالا اگر بخواد بازی کنه داخل این مسیر در واقع کندل پوشا، چون حالا دوباره رو بالا برگرده، این کندل یک کندل سنگین نیازه، خیلی سنگین که بتونه ریورسش رو بزنه پایین. بنابراین با این ساختاری که فعلا شکل گرفته میتونه فعلا در تایم پایین حداقل حرکتش رو بالا داشته باشه. در بیت هم میتونیم همین حرکت رو، حالا من درست یه اسکلپ اینجا دادم، در بیت هم همون اتفاق افتاده. ببینید همون اتفاق رو من در بیت هم عرض کردم، گفتم که اینجا میتونه رو بیاد پایین، از اینجا یه محدود مقاومتی بشه و بکشه پایین. همون اتفاق هم در بیت هم افتاده و شما میبینید که چندل تثبیتی زده و حالا اگر بیاد یه نوسانی هم رو بالا بگیره و از اینجا بتونه بچرخه و این ترندم بشکنه و این ترندم حالا بشکنه، تقریبا اینجا مثلا این ترندی هم میتونیم داشته باشیم. این ترندم بشکنه بیاد بالا دوباره نتونه بالا بزنه، خب این چندل این گلوپی هستش، تثبیتی هم زده، از اینجا به چرخه این چرخ رو بزنه، خب تا سمت 59 58 اینجا میتونه به راحتی این باکس ما بیاد تا سمت 59 میتونه حرکتش رو پایین بیاد. پس ببینید همون جریانی که دیروز گفتیم هم روی دامینه تتر هم روی بیت دقیقا همون حرکت اتفاق افتاد. فعلا باید منتظر باشیم ببینیم که تایم پایین نوسانش رو بده و ببینیم که میتونه این ناحیه رو بشکنه و نهایت بره سمت این نواحی یا نه. خب دامینه تتر هم طبیعتا بالاش این ناحیه رو داریم، حالا بزنه باکسی که اینجا داشتیم رو، همین نواحی رو میتونیم باز داشته باشیم. فعلا باید منتظر باشیم که ببینیم این میاد اینجا، از میتونه سقف اینجا رو بزنه، طبیعتا اینجا رو بشکنه، میتونه تا این نواحی هم حرکتش رو دنبال کنه. بریم سراغ شاخص دلار. خب شاخص دلار هم ببینید، شاخص دلار هم من به شما گفتم که میتونه بیاد اینجاها و دوباره برگرده رو بالا حرکتش رو، دقیقا همون اتفاق افتاد. میبینید یه شادو ریورسی کرده رفته بالا و دیروز هم بالا بسته و حتی بخواد میتونه حرکتش رو بالا هم ادامه بده. همون اتفاق رو هم در یورو هم به شما گفتم، حتی اینم ببینید کشیده بودم که گفتم میاد اینجاها میتونه اینجا یه واکنش بده تقریبا این نواحی و بیاد پایین سمتش رو گرفته و ریورس رو طبق همون حرکت شاخص دلار انجام داده. این هم دقیقا همون حرکت رو خورده. این هم از فعلا یورو که میتونه حرکتش رو پایین هم داشته باشه. بریم سراغ نفت. ببین نفت ناحیه که ما دادیم مثلا کشید کامل پایین دیگه، چون اینجا خیلی ناحیه مهمی بود، اگر بالای این تثبیت میداد اصلا میرفت بالا و اینجا ناحیه بسیار بیس سایکلی هم که همیشه میگیم همون بیس سایکله بود که دقیق اومد بالا خورد و حالا چون ما در روند حرکتش تاییدش رو نداشتیم و حالا فعلا هم همچنان هم روند رو میتونه داشته باشه. ببینید 11,000 پیپ اینجا حرکت رو پایین داشته، یعنی شما همین رو نگاه کنید، نواحی که ما میدیم چقدر عالی داره عمل میکنه. شما نگاه کنید 25,000 پیپ از این کفی که دادیم سمت 67-68 دلار رفت بالا. این هم که ناحیه دو تا ناحیه داشتیم، یه واکنش تایم پایین داشت اینجا، ناحیه دوم مقاومتی هم از سمت 92 دلار حدود 11,000 پیپ پایین زده. حالا حمایتی هم که ما میتونیم داشته باشیم تقریبا میشه از
سمت، یعنی کل این محدوده هم حمایت، حتی اینجا ما یه محدوده حمایتی میتونیم داشته باشیم. حالا فعلا اینجا میتونه یه واکنش بگیره اگه بیاد سمت $80 تا $78. حتی اینجا رو هم بزنه میتونه سمت $76 هم یه حمایت بشه. حالا من اینجا یکم باکسش رو کوتاه‌تر چشیدم، ولی خب فعلا واکنش اولش رو میتونه اینجا داشته باشه سمتش. حالا گپش هم پر نکرده، حالا اون گپ رو هم بالاتر داره، اینجا بالاتر داره، میتونه اگر حمایت بشه سمت اون گپ هم حرکت کنه. خیلی در واقع تا این پایین اومدی. حالا ما چون ببینید نفت چون نماد معاملاتی ما نیست و زیاد روش در واقع از لحاظ تاییدیه ها زوم نمی کنیم، فقط من سعی میکنم که بیشتر نواحی نفت رو به شما دوستان بدم، چون باید اگه بخوایم تاییدیه هاش بررسی کنیم وقت بذاریم روش، حرکت، تاییدیه های چرخش، تاییدیه های برگشتی و همه اینا رو باید بررسی بشه. من سعی میکنم دیگه نواحیش رو بدم، خودتون دیگه در واقع مدیریتش کنید. اینجا میتونه یه زیر اینم بیاد شاید یه حمایتی بشه، ولی خب اینجا هم گپ رو داره، حتی پایین تر ما اینجا یه گپ هم داره. فعلا باید ببینیم که میتونه اینجا یه حمایتی بشه رو بالا یا نه. طبیعتا یه تاییدیه های ضعیفی رو بالا داره، جدا از این گپه یه تاییدیه های برگشتی رو بالا هم داره، حالا چه از اینجا بره چه از این حمایت بره میتونه یه حرکت بزنه. بریم سراغ داو جونز. داو جونز هم فعلا حالا همین بیس رو گرفته، بیس ترند رو یه حرکت خوبی هم زد، بالا تا سقف هم زد تقریبا. ببینید این هم 1000 پیپ حرکت کرد. حالا ما اینجا این بیس سایکل سنی هم داشتیم که نرسیده، از بیس این گرفت اومد پایین، گپش هم تقریبا پر کرده گپی که خورده بود. حالا اگر دوباره بخواد بره بالا، این ناحیه یکم دیگه ریسکیه، اینطور اصلا میتونه اگر حرکت سنگین بزنه بالا تا این سقف هم بزنه، اینجا بیسش رو در نظر بگیره. فعلا همون حرکت در واقع تایم روزانه‌ای که اومد اینجا سایکل بیس سایکلش رو گرفته داریم که نهایت بره بالا، احتمال داره این بالای این دوباره یه ورود سل بگیره برای رو پایین زدن. حالا سقف که ما چیزی تاییدیه نداریم، ولی اگه بالای این ناحیه بگیره ممکنه اینجا چیزی بالای این ناحیه هانتی بگیره دوباره بیاد اصلا اینجا بریم سراغ بحث فلیپی که گفتیم، اینجا زیر فلیپ بخوره و اینجا ناحیه های مناسبش رو در نظر بگیریم. اینم فعلا از داو جونز. حالا نزدک اینا ورودها شما سعی می‌کنیم میذاریم. عرضم به خدمت شما خب اونس هم که فعلا داره میاد پایین، اگر زیر اینم اونس بخوره ما نواهیش رو در واقع اینجا هم نرسید ما سرش رو بگیم از همونجا اومد پایین، ولی حالا اگر بیاد پایین زیر اینم بخوره ما سعی می‌کنیم این نواحی سمت مثلا 3986 و اینا هم یه ورودش رو بررسی کنیم، حتی ممکن زیر این هم بزنه، زیر بیس رو هم بزنه در واقع، و ممکنه زیر این همین بیس هم بخوره، اینا هم بخوره بیایم اینجاها 3000 مثلا همین جاها دیگه مثلا 3986. حالا ورودش رو بررسی خواهیم کرد. فعلا سعی می‌کنیم کف‌های تایم پایین هم در نظر بگیریم برای ورود اونس و فعلا در واقع همون تحلیل‌های کلی رو داریم که هر پایینی زد سه شادو ریورسی داشته باشه در تایم بالا، حالا این مقدار رو بتونه حفظ کنه. در بحث FCMCش ورودها رو در نظر میگیریم روی اونس که ببینیم به چه صورت هستش. خب طبیعتا ورودهاش هم در گروه میدیم. فعلا همون تحلیل رو داریم، حرکت خاص رو نزده، فعلا رفت بالا یه ریورس کرده تا روزهای بعد که وضعیتش رو ببینیم و در واقع نهایت ببینیم از کدوم کف دوباره میتونه حرکتش رو بالا بگیره. فعلا همون تحلیل قبلی رو داریم، نه تاییدیه حرکت داریم نه تاییدیه چرخش داریم، تنها تاییدیه همون تاییدیه برجشتی رو بالا هستش، همون تاییدیه برجشتی که سمت تا 3578 هم داریم.
پس ما تنها تاییدیه حرکت و چرخشمون باعث میشه که ما در واقع بتونیم اون ناحیه و مسیر رو بگیریم. فعلا روندی که شکل گرفته رفته تا بالای 3-4 روزه هستش دیگه. از اینجا روند نزول رو همچنان داریم که میتونه همون روند نزولی بره تایم‌های بالاترش حتی هفتگی و بکشه پایین. یعنی تا تاییدیه حرکت، تا تاییدیه چرخش صادر نشه ما نمیتونیم بگیم که بالای این مثلا میخوره، بالای این میخوره. ما منتظریم همچنان اون تاییدیه ها صادر بشه. بنابراین فعلا این مسیر رو، این وضعیت رو در نظر میگیریم که هر پایینی زد ورودش رو بگیریم تا تاییدیه ها صادر بشه. این هم از فعلا وضعیت اونس. تا فردا پیروز و موفق باشید.